درود و شادمانی نیسارتان هموطنان عزیز، بخصوص هواداران صنعت معجزه‌آفر سینما. محبت و صمیمیت به میهن به شما بیننده های بسیار عزیز و به هنر و صنعت و سینما است که ما باز با همیم در برنامه نورافکن. بله دوستان عزیز، و با همین محبت و صمیمیت بی اندازه نسبت به شما باز هم درود و شادمانی میگوییم و برنامه نورافکن را آغاز مینماییم که البته اگر شما دوستدار هنر هستید، دوستدار صنعت هستید و دوستدار سینمای تاجیک هستید، پس برنامه نورافکن برای شماست. این نوبت مهمون برنامه ما هستند یکی از هنرمندان خیلی هم خوب که امروز در تئاتر سینما فعالیت نظررس دارند و همزمان یکی از راوی‌های خیلی هم خوش صدا هستند. براحت بانو شکروا، شما رو خوش آمدید میگوییم به برنامه نورافکن. اولا درود بر شما نصیبه بانو. سلام مسرور جان، خیلی خوشنودم از اون که این روز همراه شماییم و باز هم در همون تلویزیونی که اهل هنرمندان را معرفی میکند و آنانی که امروز از ناینه نیلگون ما را تماشا کرده ایستادند، یعنی که این برنامه نورافکن را آنی که نور میافکند بر زندگی هنرمندان، هنرمند که خود آفرنده نور است، مهر است. و البته این برنامه شما اون برنامه است که برای محض ما هنرمندان خیلی و خیلی مهم است. درود بر شما. زمانی در شهر بوستانی استرافشان در عائله شکوروف‌ها دخترک تولید گشت که نامش گذاشتند براحت. براحت شکورова با طلب آن زمان مکتب شهر را ختم نموده و به دانشکده صنعتی به نام میرزا ترسونزاده داخل شد. بعد از 2 سال تحصیل در دانشکده برای ادامه تحصیل به وگیک شهر مسکو رفت. دانش و ملکه و مهارت هنری خود را صیقل داد. سال 1993 در تئاتر موسیقی مسحکه کمال خوجندی ولایت سوخت فعالیت هنری خود را آغاز نموده خیلی نقش‌های جالب و تماشاباب می‌آفرد که به دل و دیده مخلصان تئاتر جای می‌گیرد. کارگردان‌ها نیز مهارت غیر عادی‌اش را به نظر گرفته با کمال میل با ایشان همکاری می‌کردند. سال 2008 براحت شکورова با دعوت دوستان به پایتخت به شهر دوشنبه کوچ می‌بندد و کار فعالیت ایجادی را در تئاتر دولتی روسی به نام مایاکوفسکی شروع می‌کند. چهره برنامه ما از نقش‌های بچگانه شروع کرده تا نقش‌های لیریکی و مسحکوی آفریده با مهارت بازیگریش و با صدای فورم و براحتش دل تماشاگر را تسخیر کرده است. فعالیت نظررس شما ایجادکاران است که امروز سینمای تاجیک روز به روز البته رشد میکند و قدم‌های استوار میگذارد و دلیل این گفته‌ها البته همون است که فیلم‌های زیاد امروزها در فستیوال‌های بین‌المللی البته اشتراک میکنند و ما باوری داریم که همین گونه هنرمندان باز هم در میدان هنر تاجیک زیاد میگردند. بیاید نخست دفتر خاطره کودکی شما را ورق زنیم. یاد از دوره‌های کودکی. بله. یاد از یعنی همون گذشته روزگار شیرین. روزگار شیرین. نوبت از اونی که ما علاقه سالار شدیم، علاقه به سن و سال رسیدیم، لیکن ما باز همون کودکیم. درست است. اصلا وقتی که سن و سالت بر جای میرسد، لیکن باز هم میشنوی آنهایی که میگویند که اگرچه که سن و سالم رفته است، من در دل جوانم و باز همون کودکم. باز میخواهم که بار کودکی نادان شوم. باز میخواهم که بار کودکی گریان شوم. برداشت از کودکی اون است که درباره پدر و مادر بودم. خوشبخت‌ترین نازبوی پدر و مادر، فرزند دوست داشته ترین اهل خانواده بودم. فارغ از همه تشویش‌های دنیا. نازدانه بودم. فکر میکنم که همه ما چنینیم. چه جالبیت داشت همون کودکی که شاید شما میخواهید یک صحنه‌اش رو در سینما بینید یا در تئاتر بینید؟ کدام صحنه عجیب بود در حیات شما که از کودکی همیشه در خاطر شما مونده است؟ و چون شما خیلی یک نورس کتاب دوستدار بودید، کتاب رو زیاد میخوندید، بیاد از همون کتابخانه شما شاید یگان چیزی رو قصه میکنیم که شاید از روی کتابخانه شما معلومات شنیده باشید یا اینکه شما رو دشنام کرده باشد. نصیبه بانو گویا که بر آب مینگرید. اصلا با اون جایی که من رسیدم و اصلا هر یک شخصیتی که به جای میرسد البته از پس دانش آموختن و کتاب خواندن است. از خوردی با فکرم در برنامه هایی که با نصیبه بانو بودیم گفتم که بسیار شعر دوست می داشتم و بسیار کتاب می خوندم. در یادم هست که سفر مخصوم را می خوندم، یعنی که رمان بود به فکرم. سفر مخصوم که بسیار برایم جالب بود و مادرم که گفتن که خواب کن، حالا که نیمی شب بود،
مادرم که دیدم که مادرم خواب کردن انا همون فناریکا گرفته در جوگا این علاقه در استرافشان بود شهر بود یعنی که همچون دهاتی بود از بالایم کورپر و گرفته میخوندم و از یاد برآوردم که من در درون جوگا هم و بسیار هم ذوق کنون خندیدم یکی میبینم که مادرم کورپر رو از بالای من میگیرن و داد میزنن برای من آش میکردم پیاز رو میانداختم و کتاب رو میخوندم پیاز میسوخت باز هم میشد که بعضا مادرم میگفتن که یگان کاری کن با دنیای کتاب غوطه‌ور میزدم و باز هم از اونی که مادرم مرا ملامت میکردن سر میبرداشتم و فکر میکردم که از همه بهترین لحظه های عمر من رو گرفته ایستادم و بسیار خفه می شدم و همه وقت حاضرم به فرزندم میگویم که اسکندر جان کتاب خون کتاب خون کتاب خون و خودی حاضر هم که به دنیای کتاب غوطه‌ور میزنم اکنون که مادر شدم من مادرم رو میفهمم بعضا هم میشود که فرزندم کتابش رو میگیرد و میرود 1000 مرتبه جیغ میزنم خوراکم میبیارم خوراک خنک میشود به نظرش میروم که نمیآید و مادرم رو اکنون میفهمم بله واقعا کتاب دوستی به مینت است شاید نروی و چه؟ نمیخواهم که روی خواطر شده ایستادم من با این لاگر هر سال میروم البته تو در این شهر چی کار میکنی؟ من باید زیادتر کار کنم تو باشی روزی در روز تنها میمانی رو استراحت کن داروهایتان رو فراموش نکنید داروهایم را خوب با من وعده میدهید وعده میدهم بیا تو رو تا لاگر گسیل کنم و چه؟ ما مصلحت کرده بودیم که نه بعد چند روز به نزدت میآیم صرف بیهوده چی لازم؟ تا جای من میدونم یعنی من درک دارم از قصه های خود شما وقتی شما با آزمون رفتید تا اینکه شما رو انتخاب نمایند در همین جاده هنر بودن نفرانی که یعنی با روی شما یعنی پیسخند میگن به اصطلاح پیسخند میزدن که تو چی و هنر چی یا اکتیاری چی گفته و امروز آنها کجا شدند و شما روی صحنه نقش میآفرید در فیلم ها نقش میآفرید به همین خاطر میخوام بگوید که پیش از همه برای هنر چی مهم است سیما هنر استعداد مهارت در مکتب هم در زندگی هم همه وقت آنانی بودند که نسبت هنر من هم با یک حسی ناباوری شاید ناباوری داشتند لیکن فکر میکنم که در اساس به خود باور کردن و دیل کارنگی گفته است که در کجای نباشی در کدام موضع نباشی در کدام مکانی نباشی از همه اساس با خود بودن است خود را دریافتن است و شناختن خود است بله خوب یادآور میشیم بار دیگر برای بینندگان که مهمان برنامه ما براحت شکور و هنرمند یعنی ختم کرده دانشکده عالی سینماگران یعنی وگیک هستند. خب در آنجا چی یادها بود چی خاطره های نیک بود تا چه اندازه در رشد هنر شما تاثیر گذاشت که شما یک هنرمند شوید یعنی که از مکتب هنر گذشتن یعنی که هر یک هنر سحر خودش را دارد نازکی های خودش را دارد و در 4 سالی که در مکتب عالی سینمای شهری مسکو بودم انا همون سحر و انا همون هنر را بر من بهترین هنرمندانی سابق شوروی معلمان بزرگ سینمای روس با من درس آموختند و شما میدونید اساسش در آن که آنها نه تنها با من مکتب هنرمندی را آموختند فکر میکنم که من از مکتب زندگی هم گذاشتم و وقتی که ما رو به خونهشون تکلیف میکردن لودمیلا یوریونا و بسیار معلمان که همه رو همچون فرزندانشون ما رو به خونهشون تکلیف میکردن در گرد یک میز می نشستیم با ما همچون با فرزندانشون مناسبت میکردن و در اونجا با مکتبی با مهر بودن دوست داشتن
و انسان قدر انسان، یعنی که به قدر انسان رسیدن و انسان را همچون انسان قبول کردن. ما که 17-18 ساله بودیم، لیکن من در اونی که در مکتب سینما بودم از همه کلان سالترین در گروه همون، یعنی که 20 ساله بودم. باقی همه 16-17-18 ساله بودن. ما را همچون فرزندانشون دوست می داشتن و همونجا من فهمیدم که دوست داشتن و دوست داشته بودن این خوشبختی است. یعنی که برای دوست داشتن دل در کار. و تا این دم سخنهای استادی ما میخائیل گلوسکی با ما میگفتن که آب را به هوا نکوبید، همیشه از پس رشد هنرتان باشید و در زندگی همچون انسان بودن هم هنر است. آدم بودن نیز هنر است. در هر لحظه زندگی انسان را همچون انسان، آنی که با هم صحبتی تو است، همچون انسان قبول کردن هم این هنر است. این موقتا به جای لطافت کار کنم. یگان حجتش در جوش نیست. چرا برای خودت دردی سر میخری؟ میگویند که بعدی 2 روز راهبری ما میآید. به جای لطافت تو سرخ و سفید میشوی. هیچ گپ نه، از عهده‌اش میبرایم. اختیارت، من گفتم. شما هم در تئاتر فعالیت دارید، هم در سینما و هم راوی رادیو هستید. کدامش بیشتر برای شما پسند است؟ در کدام از این بارگاه ایجادی گوییم شما خود را راحت حس میکنید؟ گواراتر حس میکنید. سلامت باشید مسرور جان. اصلا میگویند که انسان اون انسان خوشبخت است که با کار دوست داشتهش مشغول است. یعنی هر سه را دوست می‌دارید به فکرم شما؟ هر سه. درست است. راوی بودن و برنامه ما برنامه تبریکاتی بود. چی خوش است هر صبح آنی که زادروز دارد در یک سال 1 مرتبه انا همون سنه بهترین کودکتان، شوهرتان یا از خودتان را تجلیل میکنید. و من همچون راوی شده شریک همون لحظه ها بودم و وقتی که تبریک میکردم، باور کنید مسرور جان و نصیبه بانو، صمیمانه تبریک میکردم. و وقتی که کودک رو تبریک میگفتم و انا همون سخنهای نیک رو برایش میگفتم و یگانه فرزندم رو به پیش نظرم میآوردم و صمیمانه و صادقانه تبریکش میگفتم. از این رو مخلصانی که همه وقت به ما زنگ میزدن با هم بودیم و میشد که اگر چندی برنامه ما تبریکاتی بود بر ما زنگ میزدن، از مشکلات خود سخن میگفتن. میدونید برای من انا همینش عزیز بود که یعنی که با شنونده ما همه در یک موج بودیم. از این میبراید که یعنی شما بیشتر خود را در رادیو، یعنی همچون راوی بودن نه. بسیار خوب. یک تصویرات خیلی خوب گفتید از اونجا، برای خاطر من این گونه خلاصه کردم. درست است. لیکن ببینید که همچون هنرمند که در صحنه برآمد میکنه، 1 ماه 2 ماه برنامه رو تمرین میکنی و وقتی که مخلصانت میآیند و برآمده باز هم در صحنه، همون کسبی که قریبی که نیم عمرت رو به اون بخشیده صمیمانه و صادقانه در طول 1 ساعت 1 ساعت و 20 یا 1.5 ساعت باز هم همون تماشابین را با محیط همون نمایشنامه با هم درد میشوی، آنها رو هم درد میکنی و در آخر که بعد اتمام نمایشنامه 1 یا 2 دقیقه خاموش میشینند، از دنیایی که از همان دنیای نمایشنامه به در آمدن نمیتوانند و بس قرصک میزنند و برایت گل میدهند. یعنی یک حس افتخاری برای هنرمند بهترین لحظه های زندگی است و همون دشواری ها از یادت میبرد و فکر میکنی که خدایا در صحنه من شاهنشاهم. و در سینما هم چنین است که بعد چقدر ماها که فیلم تهیه می‌گردد. بله. و در نخست نمایشش که همه هنرمندان را که در نقش آفریدند میبرایم و تمام استادان سینما قرصک میزنند. این هم یک حسیاتی است که عجایب است که نمیتوان گفت. یعنی که هم در رادیو، هم در تئاتر، هم در سینما من
як ҳунар дорам. ташаккури зиёд барои чунин суханҳои зебо ва бинандагони азиз айни замон порае аз нақшофарӣ меҳмони барномаи моро мебинем. баъдан боз ҳам ҷолибият дар пеш аст. моро тарк насозед. صبح بخیر شنونده عزیزی برنامه صبح امید. آنم باز یک صبح روزگاری ما و شما آغاز یافت. دوستی عزیز، این لحظه ها با شما دشوار است و خود را تنها حس می‌کنید یا شما را ترک کردند و از زندگی تماما دلگیر شده ناامید نشوید، زیرا بعد سیاه ترین شب البته صبح می‌تواند. نگاه کن که غم درونی دیدم، چگونه قطره قطره آب می‌شود. خب بیننده‌های عزیز، برنامه نورافکن است روی اکران‌های شما، یعنی ادامه دارد برنامه نورافکن و بار دیگر خاطررسان می‌کنیم که مهمان ما هستند هنرپیشه محبوب و دوست داشتنی براحت بانو شکور و که ایشان را باز هم به برنامه خوش آمدید میگیم. و همون پارچه‌ای که شما در فیلم زرندود نقش بازیدید، همون پارچه‌ای که زیر آینه، یعنی خود با خود هم صحبت میشد، اگر خطا نمی‌کنیم، آن سخنها درد دل خود شما بود یا اینکه درد دل همون مؤلفی که فیلم رو نوشته باشد؟ اصلا همین فیلم زرندود محبت ستاره معرفکاری من با مخلصان بود، با مخلصان تاجیک همچون هنرمند. البته این اولین نقشی من نبود، لیکن انا همین از پسی همین نقش آفری در فیلم زرندود ما رو بسیاری ها میشناسند. نقش مرکزی بود. نقش مرکزی بود. اصلا انا همین سناریوی فیلم شباهت زندگی من است همچون هنرمند. یعنی که قهرمان همین فیلم او هم ژورنالیست، بله، هم برنده توی مرکه ها است، هم هنرمند است و یک کودک دارد به مانند من. و البته همون خانه‌ای که در فیلم است در خوجند خانه من است. خانه خود شما؟ خانه خود من است. خیلی عجیب. فقط گوید که تقدیر من است تمام. درست است. باید بگویید که مؤلف برای شما نوشته است. برای اینکه محبت ستاره از اون زن‌هایی است که درد زن رو درک میکنند و پیش از نمور گرفتن محبت ستاره و اولوغبک، یعنی که مؤلفی همین سناریو، با هم نشستیم و همراه انا همون اولوغبک ما در مسکو، یعنی که پارالل میخوندیم، اون کس در سناریستی و ما در هنرمندی اکتوری میخوندیم. بعد از چندی سالها که به هم آمدیم نشستیم و درباره زندگی من پرسیدند، چند با مانند همچون با دوستم درد دل کردم. بعد گذشتن چقدر وقتی که محبت ستاره ما رو دعوت کردند، سناریو رو که میخونم ما رو همچون به نقش اساسی دعوت کردند و وقتی که میخونم یعنی این زندگی شما، یعنی این زندگی خود شماست. قریبه که زندگی من است. کودک من با تیلوکوی نرفته است، کودک من وقت خورد بود، لیکن قریبه که زندگی من است. و زندگی که من بود وقتی که به آینه می نگریستم، همون گفته ها، یعنی که از طرف محبت ستاره نوشته شده بود، لیکن درد دل من بود که برای هنرمند چهره اساس است. لیکن وقتی که هنرمند به سن و سال می رسد، علاقه او را کمتر به نقش آفری دعوت می کنند و وقتی که تو در قله بلندی شهرت هستی و بعد تو را کمی فراموش می کنند. این سخت تاثیر می کنند و بعضا بسیار هنرمندایی هستند که این را تحمل نمی کنند. علاقه از زندگی دل سرد می شوند، زیرا که هنرمند خیلی نازک است. سلام،
سلام. در مغازه رقم یک کی شده می شود نمیدونید؟ نمیدونم. ندارید؟ چی؟ تورت. تورت؟ تا اون وقتی که از قوطی تورت یافتن گربه مرده اثبات نشود مغازه ها را با تورت تامین نمی‌کنم. فهمیدم. در تمام مغازه ها تورت نیست، کمیاب. درست. شما می توانید از دیگر قنادی ها خریداری کنید؟ نمی شود. آیلم زاد روز دارد. زاد روز رو به تورت خیلی قید میکنید. ما فکر کردم که شما آیله دار نیست. آیله دارم. لیکن راستش اگویم اونقدر معقولم نیست. معقول نیست؟ نه. ای شما مردها اگر کمتر امکانیت یافتید نه نیتی بد ندارم. فقط رقم تلفنت دید تمام. تلفن رقم های تلفنی میلیسا نمی شود؟ شوخی کردم. خب این زمان می شود چون شما خیلی هم هنرپیشه با مهارت هستید. عشق رو یعنی توسط هنر انعکاس کنید، یا شعر میخونید یا نمیدونم یک نقش میبازید برای بیننده. تصویر عشق با هنر، چون که رسام در یک اثر عشق رو تصویر میکند. تا عمر بود در هوس روی تو باشم، بر خاک شوم خاکی سر کوی تو باشم، فردای قیامت نروم جانب تو با در سایه سروی قد دلجوی تو باشم، تا عمر بود در هوس روی تو باشم. عشقت نه سرسری است که از سر بدر شود، مهرت نه آرزی است که جای دیگر شود. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر در درون شد و با جان بدر شد. ادامه دارد دوستان عزیز برنامه ما و یادآور میشویم که میمونی برنامه ما هستند هنرمند تئاتر و سینما و همزمان روی خیلی هم خوش صدا براحت شکر. و خب این زمان در این قسمتی برنامه ما 10 سوال میدیم که یعنی جوابش کوتاه باشد، یعنی شاید ها یا نه یا نمیدونم با یک یا دو جمله میتوانید جواب دهید. خب مرحمت نصیب آغاز میکنیم. نقش بازیدید ولی پشیمان شدید، بود همین گونه؟ نه. خب نامتون برایتان پسند است؟ خیلی خوب. از دوستی خود خیانت دیدید؟ دیدم و بسیار سنگین بود. کاری رو نکرده بودید ولی به شما بار کردن، یعنی شما رو تهمت کردن، بود؟ و نه یک بار. خوب در زمان مکتب خونی معلمان از بالای شما زیاد شکایت میکردن و یا تعریف میکردن؟ با فکرم تعریف هم نمیکردن لیکن شکایت هم نمیکردن. خیلی خوب. در جوانی به شما زیاد مخلصانتون اظهار محبت میکردن یا اینطور نه؟ در جوانی؟ نه. خوب نیکی کردید ولی در جوابش بدی دیدید؟ نه یک بار و دو بار. با فکر میکنم که از همه همچنین است که با نیکی نه همه وقت نیکی است. معلوم است که تمام زن، تمام بانوان برای عشق اشک ریختند یا اینکه براحت نریخته باشد. بله البته اونجا عشق شد، اشک است. عجایباتش در اون است که با همه وقت عشق من بی جواب بود و شعرهایی که بسیار اذیت کردم، گریه هایی که کردم، همه این بغاچی هنرمند است. وقتی که صحنه می شود و گریه میکنی، معلمم می گفتن که وقتی که گریه کردن میخواهی به مانند یک کنابکایی که تو زیر میکنی که عشق میبراید، انا همون لحظه های به همون مانند صحنه رو به یاد میاری و عشق روانه می شود. برای من گریه کردن در صحنه اصلا دشوار نیست. یعنی شما همون لحظه هایی که یعنی عشق بی جواب بود، همون لحظه ها رو
ба ёд меоред ашк мерезед? албатта вобаста ба саҳна аст. агар ки саҳнае аст ки бояд бихандаму хурсандӣ кунам, лаҳзаҳои беҳтарини зиндагиамро ба ёд меорам. агар ки лаҳзаест ки ғамовар аст, ғамгин аст, албатта ана ҳамон саҳнаҳоро ки ба ёд меорам, яъне ки лаҳзаҳоро ба ёд меорам, дар саҳна ашк худаш равона мешавад. акнун шумо ин гуна гуфтед, вақте ман шуморо аз толор тамошо мекунам дар намоишнома, вақте шумо ашк мерезед, ман дарҳол фикр мекунам ки ин аз рӯи намоишнома не ва Апай Бароҳат аз рӯи ҳамон дардҳои ишқ менолад. ҳамин турам ҳаст. шумо медонед ки аслан ҳунарманд будан, вақте ки дар мактаби синамо ба мо дарс меомӯхтанд, яъне ки ҳунарманд будан дар ҳамаи соҳа, яъне ки ту бояд ҳам рақсида тавонӣ, ҳам суруд хонда тавонӣ, ҳам шеър хонда тавонӣ, ҳам бояд зебо истӣ, сухан зебо бигӯӣ, яъне ки ҳамаи сифатҳои беҳтарини инсониро ту дошта бошӣ. саломат бошед. хуб, дар ҷавоби бадӣ, яъне касе ба шумо бадӣ кард ё хиёнат кард, чӣ ҷавоб медиҳед шумо? чун зиндагӣ аст, албатта пастиву баландӣ аст, ҳар гуна инсонҳо ҳастанд дар зиндагӣ. дар ҳар марҳилаи зиндагиам ҳар гуна буд. баъзан буд ки ҷавобашон мегуфтам, лекин ҳозир ки бисёр адабиётҳоро мехонам барои русо мегӯянд саморазвития, яъне ки барои бардоштани маънавиёти худ, ман ҳама вақт хомӯшам. зеро медонам ки зиндагӣ чунин аст ки подошашро мегирӣ. хубӣ кардӣ, албатта хубиятро мегирӣ. мумкин ҳамин лаҳза не, ҳамин рӯз не, мумкин баъди чӣ қадар, агар ки бадӣ ҳам кардӣ, подошаш албатта меояд. аз ин рӯ мегӯянд ки хубӣ кун ба он бард ва бадиро чӣ қадар метавонӣ накун, лекин мо инсонем, мо худ надониста метавонем дили касеро ранҷонем ва бахшиш пурсидан ҳеҷ вақт дер намешавад. шудааст лаҳзае ки дурӯғ гуфта бошед, вале шуморо бовар карда бошанд. дурӯғ гуфтеду шуморо бовар кардам. гуфтам ва фикр мекунам ки мегӯям ҳам. ҳар рӯз мегӯям. не ҳама рӯз нест, лекин ҳама вақт пешрӯ меоред, шояд ки дурӯғи маслиҳатомез бе аз рости фитна. шумо медонед, ман намегӯям ки ман дурӯғ намегӯям, зеро ҳамаи мо дурӯғ мегӯем. бале. яъне ки баъзан ҳаст ки ба тамрин дер мекунам. ҳаминтур вақте ки аз ман мепурсад коргардон ки чаро дер кардӣ, ман наметавонам ҳамон вақт яъне ки гӯям ки яъне ки қаҳва хӯрок пухтам яъне ки ҳамроҳи дӯстам будам, хоҳонохоҳ дурӯғ мегӯӣ, лекин дурӯғҳое ҳастанд ки аслан ягон зиёне намерасонад, лекин он дурӯғе ки зарар расонад ба фикрам беҳтар. аҷиб аст, чунки шумо вақте дурӯғ мегӯед вале бовар мекунад. ман ҳунарманд ҳастам. метавонам дурӯғ гуфтам. ман фарзандамро танҳо калон мекунам. ӯ танҳо 13 сола аст. агар бо ман ягон воқеа рух диҳад, ман намедонам чӣ кор мекунад. ба ман ёрӣ диҳед. ёрӣ диҳед. ёрӣ диҳед. чӣ? ман нафақахӯр аз ин зиёд дигар пул надорам. мебахшед, ман актриса, ман образамро машқ карда истодам, ба ман бовар накунед. ҳаст нафаре ки шумо мехоҳед сипосгузорӣ кунед ё ин ки раҳмат бигӯед? шумо медонед, вақте ки аз хуҷанд дар тӯли як ҳафта хонамро фурӯхтаму муқиме ба Душанбе омадам ва як дӯсти наздикам ба ман гуфт ки биё, ҳамеша ҳамроҳат мешавам, лекин аз ҳама асосаш дар он ки баъди як моҳ аслан зангҳо хомӯш шуданд ва ин одам қафо гашт ва наздиктарин ду инсоне буданд ки се инсоне буданд ки ба ман
даст дароз кардан ва яке аз инсонҳои беҳтарин устоди барҷаста Тамара Мақсудовна Абдушукурова он инсонест ки соҳибдил аст, соҳиб эҳсос аст, соҳиб маърифат аст ва ҳамаи хислатҳои неки инсониро худашон ва ҳамсарашон Икром Иноятович доранд ва ана ҳамин ду нафаре буданд ки дар ду тараф дастгири ман ва то ин дам ҳамчун офтоби дурахшон дар рӯз шабона ҳамчун маҳтоб ва меҳрашон дар дили ман равшангари зиндагии ман аст ва боз ҳам як фариштаи меҳр ҳаст ки ҳама вақт мегӯям ин Раҷабова Нигина раҳматовна он инсоне ки дар тӯли дар 18-солагиам вақте ки дар мактаби санъати шаҳри Душанбе ба номи Мирзо Турсунзода аввалин сол соли 1988 омада будам, он кас куратори курс буданд. шумо медонед ки дар тӯли зиёда аз 30 сол ин зан ба монанди фариштае, ман мегӯям шумо ангел-хранитель ҳамроҳи ман аст. шумо дар филмҳо бештар ашк мерезед. дар театр ман бисёртар дар намоишномаҳои мазҳакавӣ шуморо дидам. дуруст аст? бубинед ки дар филмҳо шумо ашк мерезед, дар театр шумо механдед бештар ё механдонед. барои шумо кадомаш осонтар аст ва кадомаш мушкилтар? яъне ашк резондан ё ин ки хандондан? шумо медонед ки дар ба наздикӣ дар ҳамин моҳи гузашта, дар охири моҳи гузашта буд 27-ум нахустнамоиши филми кӯтоҳмуддати тоҷикӣ дар таҳияи Умед Мирзо Ширинов ки ҳозир коргардон аст, лекин ҳамроҳи ман мактаби ҳунармандиро гузаштааст. бо ҳам ҳамкурс будем, ҳамсабақ будем ва ана ҳамин филм Додараки фариштаҳо аз рӯи ҳикояи Сайф Раҳимзоди Афардӣ гирифта шудааст. дар он ман нақши модарро мебозам. агар ҳозир фикр кунам аслан дар бисёр филмҳо ман модарро офаридам ва дар он ҷо Умед ба ман гуфт ки ман аз оне ки 4 сол ана ҳамин филмро дар худ кор мекард, яъне ки дар муҳити ҳамон буд, 4 сол дар худ мепарварид ва боз ҳам нақш яъне ки ҳунармандонро мекуфт. вай аллакай нақши мардро, яъне ки шавҳарро ёфта буд ва нақши модару кӯдаки асосиро мекуфт. ва вақте ки Шодравон Бозор Собир гузаштанд, фарзанди он кас Бозор Собир ҳамроҳи мо ҳамсабақ аст ва Далер Ҷавадов, Умед Мирзо Ширинов, ман Наргиз Мамадбекова ҳамагон ҳамсабақон барои фотиҳа ба хонаи Бозор Собир омадем ва он ҷо Умед чандин солҳо бо ҳамдигарро надида будем ва ҳамон ҷо ки маро дид ва ба ман ҳамин нақшро пешниҳод кард. 4 сол пеш буд ва ҳамин сол ана ҳамин филмро ба навор гирифтем. Ocha bazm kun.
که اونجا زنی خیلی عذاب دیده در مشقت بوده، اونه که فرزندانش رو بالای هم از دست میدهد. و شما میدونید که من چی رو به یاد آوردم؟ مادرم با من میگفتن که ما که یک برادر دارم و تنها 2 نفر بودیم. مادرم میگفتن که بسیار میخواستن که کودک بسیار داشته باشیم، لیکن تا برادرت من 3 نفر کودک رو در 2 سالگی و 3 سالگی و 7 سالگی از دست دادم و گریه میکردن. انا همون دردی مادرم رو به یاد آوردم و فکر میکنم که اون نقش به درجه باوری بخش برآمد. لیکن باز هم من چی؟ بعد قضاوت میکنند اونانی که این فیلم رو بیننده. خب از چی افسوس میخورید و احساسی پشیمانی میکنید؟ از اونی که به قدر مادرم نرسیدم. فکر کردم که پدر و مادرم همیشه با من میمونند. فکر کردم که اونها همیشه با من میمونند و هستند. و همه وقت که اکنون به سن و سالی رسیدم فهمیدم که من به بسیار چیزها بسیارتر اهمیت میدادم با همین که به پدر و مادرم. اکنون که اونها نیستند، همه وقتی که کودکم با کودکم نافهمی ها می شود، یکی خودم رو به یاد میارم. اکنون پدر و مادرم رو میفهمم و اکنون میفهمم که کودک تربیت کردن آسان نبوده است. درست و افسوس میخورم از و همه وقت میخوام که پدر و مادرم رو برگردانم، همون دوره رو برگردانم، آغوش کنم. اگر دوستش میدارم. مادر رو در خواب بینید چی میگوید؟ میگویم که دوستشون میدارم، سخت دوستشون میدارم. او میبخشد. گفتم پدر و مادر والدین نفرانی هستند که با ارزشترین یعنی نزدیکترین شخصی ما هستند. باید به قدری اونها رسیم تا زمانی که با ما هستند. بله و اون فرصتی که داریم باید به قدرشون برسیم، احترامشون رو به جا بیاریم. بله. تا اینکه پشیمانی چطوری که میگن سود ندارد، پشیمانی نکنیم. خب بار دیگر شما رو خوش آمدید میگیم با برنامه. از خوشی حرف میزنیم، از خرسندی حرف میزنیم. خب امروز شما زیاد رو افتاده نشوید، چون شما امروز نامبرداری پدر و مادری خویش هستید، نامبرداری نژاد و نسب خویش هستید، چون میگویم برای شکر و یاد میکنن از والدین شما. اگر دوباره تولید میشدید شما کی میشدید؟ من گفتنیم که من با تقدیر باوری دارم. یعنی قسمت هر کجایی که شما رو برد من هنرمند می شدم. من فکر میکنم که من نمیتوانم دیگر کس باشم. با جای رفته از ساعت 8 تا 6 در سر اینترنت ششتن، یعنی که از ساعت تا ساعت کار کردن، این از من نیست. من نمیتوانم، یعنی که این طبیعتی من نیست، یعنی که من تنها میتوانم هنرمند باشم. خیلی خوب. راستی نصیبه خیلی هم صحبت جالب است، یعنی یک زبان شیرین دارن. بله. مهمانی برنامه ما هنرمند خیلی هم خوب و دوست داشتنی، برای شکر. و ولی وقت فرصتی که در دست داشتیم به پایان رسید و اینجا سوالهای زیادی که ما می‌خواستیم البته از شما بپرسیم، این رو البته با برنامه‌های دیگر می‌مونیم، چون این صحبت ما اولین و آخری نخواهد بود، چون بازم شما رو دعوت میکنیم در برنامه‌های من بعد از دستاوردها گپ میزنیم، از رشد و پیشرفت گپ میزنیم، شاید از نقش‌های نوی شما گپ میزنیم. و در آخر تنها همین سوال رو میدیم که یعنی کدام آرزوهای دارید که عملی نشدن و میخواهید زیاد عملی کردن؟ همچون مادر که همه نابود و نابود من، این یک فرزند من اسکندر است و همه وقت که دعا میکنم در سر جای نمازم میگویم که اول فرزند من انسانی کامل باشد، انسانی باشد با خود، انسانی باشد که در زندگی کسی او را روحا نشکند،
یعنی که در زندگی ما و شما در وقت نورسی صدمه‌های پسیخولوژی بودند، روحی بودند که انسان را میتواند شکند و همه وقت دعای آن را میکنم که فرزندی مرا از چشم بد نگه دارد. انسانی کامل، انسانی نیک باشد، صاحب هنر، صاحب معرفت باشد و بسیار میخواستم که در زندگی شکست نخورد، صاحب عائله خوشبخت، صاحب همسری با وفا، صاحب هنری باشد که در زندگی تواند به مردم نیکی کرده باشد. او میخواهد دکتر باشد و علاقه ما تیاری آن را داریم که در این راه موفق شود. یعنی که باز هم درسی کیمیا می‌آموزد، شیمی، فیزیک، بسیار بچه خوب است و همین یک فرزندی است که مرا به زندگی دلگرم میکند و آرزوی من هم همین است که فرزندم که میخواد میلیونر باشد با آرزویش رسد، میگوید مادر جان من میخواهم که میلیونر باشم و شما رو به آرزویتون رسوندم که شما رو به بهترین شهر عاشقان به فرانسه و پاریس برم. من از دوره استودنتیم بسیار میخواستم که به پاریس روم. اکنون فرزندم میگوید که مادر جان البته من شما رو به پاریس میبرم. من گفتم مادرم رو من به مسکو بردم، شاید تو ما رو به پاریس بری. ما البته امیدواریم که میبرد و ما تمنا میکنیم که آرزوهای شما عملی شود. یعنی آرزو میکنیم که فرزند شما همیشه آسمانی صاف داشته باشد و همان آرزوهایی که کردند برای مادرشان بگذار که مادر عزیزشون رو به پاریس و پاریس و شهر عاشقان ببرند تا اینکه آرزوی شما هم آرزوی پسر شما جامعه عمل باشد. سلامت باشید. بار دیگر سپاسگزاری میکنیم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و لحظه چند با مخلصان خویش بودید، با ما بودید و در زندگی و در راه ایجاد هنر برای شما برای رو کامیابی خوانیم. بگذار همیشه موفقیت نصیبتان بود. تشکر زیاد. من با اهل ایجاد تلویزیون سینما عرض سپاس خود را میرسانم، زیرا باز همون گپ که شما هستید که ما رو معرفی میکنید و با مخلصانمون با هم میپیوندید و کلیانونی که ما را تماشا کرده ایستادید بر خانه شما فیض و برکات خواهانیم که همیشه با خود باشید و البته دوست داشته باشید و دوست دارید. سلامت باشید. بله بیننده های عزیز، همیشه دوست داشته باشه و دوست دارید و برایتان شادکامی و خوش روزی را تمنا میکنیم. خیر تنسیت و خانه آباد باشید.